Assalomu alaykum hamdiyoron aziz hamvatanon. این انگور سنی به مانند سفیدک، یعنی در تاجیکی سفیدکی انگور. در ازبکی باشد آقپر میگویند. آقپر این غرش خیال میکنن که پختگی بوری که میستد زب شده. وقتی غرش هم زب شده میستد، وقتی که پزد بهت هم شیرین میشود، هم شیشه بوری که پلاسماس یا شیشه یا پلاسماسی سفید هست، انواعی بوری که مانند میشود. آدم افتش میبینه در این انگور، در این میوهش آدم افتش میبینه، یرقص میکند. این انگور عجایب. این چند سال است که در دست دهقانا هستند. از همین قلمچش در کار باشد. خوش سال آینده نیحالش خداوند میکنم نصیب باشد، از همین قلمچش در کار باشد، یا برای آینده، در آینده برای پیوند 2027 برای پیوند یا برای نیحال یا باغ کردنی باشین، مثل که در حوله 4 تا 5 تا شناندنی باشین، از همین نیحالاش خداوند چیز میشود. بعد باغ کردنی باشین قلمچو به شما میسپاریم، میفروشیم. قلمچوش بهت قیمت نه، قیمت نه. قلمچوش هست، از همین بسیارتر میتیم. خداوند انگور آقپر سفید باری که باوره خودش سفید باری که مانند است. خیال میکنید که از آفتاب خودش گیریم، خودش زرد میتوه. کبود نیست، زرد است. زرد است، عجایب. در دونش خیلی معده دانه دارد. معده دانه‌اش تازه کردن. این بهت شیرین است. حسینی هم شیرین است. این عجایب است. یا سره کردگیان یا سره کردن در کو خیلی خوشایند یا پویان کردن در کو. دانش نرمال نه. این نیحالش یوش، اگر که درختش کلان باشد انا خیلی دانی کلان، انا خیلی دانی کلان میشود، انا خیلی خوشایند زیبا میشود. اینش باشد مانیکور فینگر است. او طرفش در مانیکور فینگر نشون شناندگی است. من دیدم مانیکور فینگر غورش چقدر کبود است. نبینینو. بعد این انگور بینیم کدامش کبود است و کدامش زرد است، خودش معلوم است. نه زرد درش کبودیش مانیکور فینگر. به اعتبار شده که برای دانش مانیکور فینگر دانش دمس پلیچکا بوری که شده است. آخبر دانی پشتی این بچین است. قریب مانیکور فینگر بچین است. دانش حجمش باید از همین باغ کردنی باشین. قلمچوش ابیام کلان به شما میسپاریم. برای باغ کردن در کار باشد یا در حوله شناندنی باشد، قلمچوش به شما میدهیم. ریشه دار کرده به خانتون به حولتون میشنانیم. ما میفهمونیم نیحال کردن چیز کردن. اگر یو نتونی زکس через заказ кати мо тайёр карда метем. Фақат через заказ кати соли оянда худоҳад через заказ кати тайёр мекунем. моҳи январ сар мекунем. ниҳола моҳи феврал охириниш ба шумо месупорем. феврали охириниш март апрел то март апрел ба шумо месупорем то моҳи май. саломат бошен, сарбаланд бошен.
خانه خدا